مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون فضائل سیدنا عثمان بن عفان اشاره مختصر داشتیم. پیرامون زهد و تقوا و پرهیزگاری و شجاعت و موضوعاتی که حقیقتا دانستیم که عثمان بن عفان شخصیت است که رسول صلی الله علیه و سلم در حقش چنین دعا می کند که ما ضر عثمان بعد اليوم. حالا بحث امشب ما یا در این جلسه‌ای که الان قرار داریم پیرامون نقش سیدنا عثمان بن عفان در دوران خلافت سیدنا ابوبکر الصدیق و سیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما. همانطوری که سیدنا عثمان در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جان و مال خود را در خدمت اسلام و قرآن، در خدمت دین قرار داده بود، به خاطر اخذ رضایت الله سبحانه و تعالی، به خاطر به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی، در هر غزوه‌ای که نگاه میکنیم نقش سیدنا عثمان در حیات رسول صلی الله علیه و سلم، غزوه خندق، در حدیبیه، در خیبر، در عمرة القضاء، در فتح مکه، در طائف و غزوه تبوک، سیدنا عثمان مجهز نمودن جیش العسره، در تمام عرصه ها سیدنا عثمان جان و مال خود را در خدمت رسول صلی الله علیه و سلم و در خدمت قرآن و اسلام قرار داده بودند. حالا نقش سیدنا عثمان در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، وقتی رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، آیا سیدنا عثمان آن مال و سرمایه را که الله به دسترسش قرار داده بود، آیا بعد از رسول الله دریغ می کرد که در راه الله ندهد؟ آیا سیدنا عثمان بعد از حیات رسول صلی الله علیه و سلم آن
شجاعتش و آن سخاوتش توقف کرد؟ نخیر، چون سیدنا عثمان معامله با الله سبحانه و تعالی داشت. اگر رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته بودن، رب رسول صلی الله علیه و سلم، ذات اقدس الهی، ذات است که حی و قیوم هست، معامله سیدنا عثمان ابن عفان با الله سبحانه و تعالی بود. به اینه که ما باید بفهمیم و بدانیم که نقش سیدنا عثمان در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق چی بود و چگونه ایثار و فداکاری داشتن. در زمان سیدنا عثمان، در زمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، سیدنا ابوبکر صدیق زمانی که به عنوان خلیفه رسول صلی الله علیه و سلم تعیین شدن، در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق جامعه مدینه منوره و جامعه حجاز به یک سلسله به بحرانهای اقتصادی روبرو می شوند. حالا این بحران اقتصادی در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق که در سرزمین حجاز قحطی می آید، مشکلات اقتصادی می آید، جمعی از مردم می آیند به نزد سیدنا ابوبکر صدیق: ای خلیفه رسول خدا، قحطی هست، چیزی نیست که ما بخوریم، چیزی نیست که ما از او استفاده کنیم. آمدن مشکلات خود را به سیدنا ابوبکر صدیق بیان کردن. سیدنا ابوبکر صدیق فرمود: بروید، ان شاء الله به زودترین فرصت الله سبحانه و تعالی فرج و گشایش و درهای خیر را الله بروی شما باز می گرداند. الله درهای خیر را بروی شما باز می کند. در همان شب کاروان 100 شتری، کاروانی که 100 شتر بار گندم داشت، وارد مدینه منوره می شود. الله اکبر. این شتران، این 100 شتر بار گندم در شرایطی که قحطی است، انسانها به سخت نیازمند غذا و آذوقه هستند، وقتی که این کاروان وارد شهر شد، همه تجار، همه اونهایی که بیع و شرا داشتن آمدن نزد سیدنا عثمان که ای عثمان، ما آمدیم تا این که از تو گندم ها را خریداری کنیم. سیدنا عثمان رضی الله عنه میگوید: به چی قدر شما این خریدار این گندم ها هستید؟ اون تجاری که در آنجا بودن گفتن که اینها را اگر تو کیسه 10 درهم خریده باشید، ما برای تو 12 درهم میدهیم، 2 درهم برای تو فایده میدهیم، چون زمان قحطی هست، ما باید بالاخره اینها را برای فقرا و مستضعفین هم باید ارزانتر بدهیم. سیدنا عثمان گفت: به این قیمت من نمی فروشم. همه تعجب کردن. عثمانی که در زمان رسول الله بذل و بخشش داشت، سخاوت و جود و کرم داشت، امروز چی شده ای عثمان؟ سیدنا عثمان گفت: من اینها را به کسی میدهم که شما 2 درهم برای من فایده میدهید، به کسی میدهم که او 1 درهم مرا 10 درهم میدهد. همه تعجب کردند. عجیب است. ای عثمان، ای عثمان، آیا نمی بینید قحطی که دامنگیر این مردم شده؟
آیا نمی بینید که اینها همه از گرسنگی به اطراف خود میچرخند؟ سیدنا عثمان گفت آیا کسی هست که 1 درهم مرا 10 درهم بدهد و او آخر 10 درهمش تبدیل به 100 درهم و به 700 درهم و والله یضاعف لمن یشاء. سیدنا عثمان در آن لحظه سر بلند می کند و دستان خود را بلند می کند و می گوید پروردگارا تو شاهد باش که من این 100 شتر گندم را من در راه تو بخشیدم. الله اکبر، الله اکبر. همه فقرا و مستضعفین و مستمندان می آیند، این گندم ها برایشان توزیع می شود. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی این خبر را می شنود به یاد اون لحظه می افتد که رسول الله فرمودن ما ضر عثمان بعد اليوم، عثمان دیگر ضررناک نمی شود. سیدنا عثمان در آن روز همه فقرا و مستضعفینی که در مدینه بودن و در اطراف مدینه بودن همه اونها را خوشحال ساخت. کل این گندم ها را در راه الله سبحانه و تعالی بخشید. سیدنا این روایتی که در زمان سیدنا ابوبکر صدیق قحطی آمد ابن عباس روایت می کند. در ادامه این روایت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید در آن شب من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم. یا رب، عثمان، جایگاه عثمان، بزرگی عثمان به نزد خداوند و به نزد رسول خدا. ابن عباس میگوید من رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم که با اسب سوار هستند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوار اسب، لباسهای زیبا پوشیدن و روان هستند. ابن عباس میگوید صدا زدم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر کنید که شوق دیدار شما ما را بیقرار ساخته است. صبر کنید یا رسول الله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ابن عباس میگویند نمیدانی کجا میروم؟ من از جانب الله سبحانه و تعالی دعوت شدم در یکی از باغهای جنت. در آنجا الله سبحانه و تعالی مرا دعوت کرده که امشب عروسی عثمان ابن عفان با حوران جنت به خاطر این عملی که امروز انجام داده بار دیگر جایش در جنت هست. الله اکبر. سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه چنین شخصیتی که رسول الله به خواب ابن عباس می آیند و ابن عباس می گوید یا رسول الله صبر کنید که شوق دیدار شما ما را بیقرار ساخته، صبر کنید تا شما را ببینم یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند من راهی جنت هستم که در آنجا عروسی عثمان ابن عفان با حوران جنت هست. الله اکبر. سیدنا عثمان، جایگاه سیدنا عثمان، وجود و سخاوت سیدنا عثمان آیا امروز در بین امت پیدا می شود؟ آیا امروز در مناطقی که
مسلمان ها فریاد گرسنگی و فقر و بیچارگیشان بلند شده، آیا اونهایی که سیدنا عثمان را میگویند ما دوست داریم و در دنیا عثمانوار زندگی میکنیم، آیا چنین شده که به سراغ فقرا و مستضعفین بروند؟ و این است که همیشه سیدنا عثمان این آیه را زمزمه خود داشته و می فرمود کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. انسان زود به سرکشی می افتد. ای کسی که تو صاحب مال و صاحب ثروت و صاحب قدرت هستید، متوجه باش که ان الانسان لیطغی، چی وقت به طغیان و سرکشی میره؟ ان رآه استغنا، هنگامی که خود را بی نیاز ببینه، خود را سیر ببینه، خود را صاحب قدرت و ثروت ببینه. به اینه که باید قدرتمندانمان، ثروتمندانمان باید متوجه باشند که می توانند از طریق سرمایه و ثروت خود جنت را از آن خود و رضایت الله را از آن خود بگردانند. این اشاره مختصری بود پیرامون نقش سیدنا عثمان در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق. حالا در زمان سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان چی نقش داشتن؟ نقش سیدنا عثمان ابن عفان در زمان خلافت سیدنا عمر رضی الله عنهما بعد از میان برنامه ان شاء الله بیان خواهیم کرد. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون نقش سیدنا عثمان در دوران خلافت سیدنا ابوبکر صدیق اشاره نمودیم. حالا پیرامون نقش سیدنا عثمان ابن عفان در زمان خلافت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما. همانطوری که سیدنا عمر مشاور ارشد برای سیدنا ابوبکر صدیق بود، سیدنا عثمان ابن عفان در زمان خلافت سیدنا عمر مشاور ارشد برای سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بود. سیدنا عثمان چنان به سیدنا عمر نزدیک بود و مشوره میداد که زبان زده همه شده بود. مشکلات زیادی که
مردم نمی توانستن حتی به سیدنا عمر بیان کنن، می آمدن به سیدنا عثمان ابن عفان بیان می کردن و یا به عبدالرحمن ابن عوف بیان می کردن. بعد از این دو بزرگوار، اگر عثمان ابن عفان، اگر عبدالرحمن ابن عوف اینها نمی بودن، بعد از این دو برای عباس ابن عبدالمطلب مشکلات خود را بیان می کردن و اینها بودن که حرف مردم را، مشکلات مردم را به سیدنا عمر ابن الخطاب، به فاروق اعظم انتقال می دادن. سیدنا عثمان رضی الله عنه در دوران خلافت سیدنا عمر گفتیم که به عنوان مشاور ارشد در کنار سیدنا عمر بودن، مشوره های زیادی دادن. از جمله مشوره هایی که سیدنا عثمان برای سیدنا عمر دادن و او جامعه عمل به خود پوشید، مسئله دیوان بیت المال بود. این مشوره سیدنا عثمان بود. سیدنا عثمان گفت که باید که دفتر باشد، دیوان باشد تا بیت المال ثبت بشه و بیت المال چقدر آمده و چقدر رفته تا اینکه غنایم درست و صحیح تقسیم شود. پس ترتیب دیوان بیت المال که در زمان سیدنا عمر صورت گرفت به مشوره سیدنا عثمان ابن عفان بود. مبدأ تاریخ وقتی ما میگیم محرم به عنوان اول سال قمری قرار گرفت در زمان سیدنا عمر، این به مشوره سیدنا عثمان ابن عفان بود. سیدنا عثمان بود که برای سیدنا عمر مشوره داد تا اینکه باید بدایت سال، مبدأ سال و تاریخ که از آن آغاز می شود باید اول سال محرم باشه. چون عمر رضی الله عنه در سال 13 هجری به عنوان خلیفه مسلمین تعیین شد، در دوران سیدنا عمر در همان سال سیدنا عمر عبدالرحمن ابن عوف را به عنوان امیر حج قرار داد. امیر حج، تو امیر حج هستی و حج امسال ترتیبش، تنظیمش و اینها به عهده توست. در آن سال ازواج مطهرات تصمیم حج گرفتن. مادران مؤمنین در سال 13 هجرت سیدنا عمر وقتی به خلافت رسید، در آن سال عبدالرحمن ابن عوف امیر حج. وقتی ازواج مطهرات تصمیم و اراده حج را گرفتن، سیدنا عمر عثمان ابن عفان را به عنوان امیر و یا به عنوان اینکه امنیت ازواج مطهرات را از مدینه منوره تا مکه مکرمه و در مراسم حج و در این راستا این مسئولیت را به خاطر امنیت ازواج مطهرات سیدنا عمر عثمان ابن عفان را انتخاب می کند. الله اکبر، چی شرفی، چی مقامی که انسان خادمیت ازواج مطهرات را به دوش داشته باشه، امنیت ازواج مطهرات را، زوجات رسول صلی الله علیه و سلم را، امهات المؤمنین را. چی شرفی، چی بزرگی. سیدنا عثمان ابن عفان وقتی ازواج مطهرات بیرون میشون رو به طرف حج، سیدنا عثمان هست که امنیت این کاروان را با اون شتوری و یا اسبی که داره بعضی وقت پیش روی کاروان میره، بعضی وقت در عقب کاروان میره و به همین طریق
امنیت مادران مؤمنین را در این سفر به دوش دارد. سیدنا عثمان گفتیم که نقش به سزای و مشاور ارشد برای سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه بودن. حالا اشاره مختصر پیرامون این که سیدنا عمر وقتی که به دست ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی، ابو لؤلؤی که تصمیم قتل سیدنا عمر را داشت و سیدنا عمر را شهید ساخت، سیدنا عمر مجروح شدن. سیدنا عمر چند روزی بعد از رسیدن اون زخم در قید حیات بودن. حالا سیدنا عمر چون همیشه به حفظ و وحدت امت اسلامی تلاش می کردن، حتی در لحظات اخیر عمر خود، در لحظات اخیر با او زخم شدیدی که به جان سیدنا عمر رضی الله عنه بود، باز هم امت را فراموش نکردند، وحدت امت را فراموش نکردند، انسجام امت را فراموش نکردند، سرپرستی امت را فراموش نکردند. سیدنا عمر وقتی که در بستر افتاده بودند، اینجا 6 نفر را انتخاب میکنن که از بین شما 6 نفر یکی باید با مشوره همدیگر یکی انتخاب بشه به عنوان خلیفه مسلمین، به عنوان امیر المؤمنین و به عنوان سرپرست امت اسلامی، که این نماینگر میزان ایمان عمیق فاروق اعظم و اخلاص و ایثار سیدنا عمر نسبت به دین و پیروان دین اسلام هست. سیدنا عمر 6 نفر را انتخاب می کنند. از بین این 6 نفر اولین کسی را که نام می گیرند عثمان بن عفان، دومین علی بن ابی طالب، سوم عبدالرحمن بن عوف، چهارم سعد بن ابی وقاص، پنجم زبیر بن عوام، ششم طلحة بن عبید الله. این 6 نفر را سیدنا عمر صدا میکنن که شما 6 نفر از بین خود 1 نفر را انتخاب کنید به عنوان سرپرست و به عنوان خلیفه و یا به عنوان زعیم امت اسلامی. یعنی حرف اول عثمان بن عفان، دوم میفرماین علی بن ابی طالب. این بصیرت و دور اندیشی سیدنا عمر بن الخطاب را نشان میدهد. به این است که حتی در بین اینها کسی دیگری هم از جمله 10 مبشره هست. او کیست؟ حتی میبینیم که سعید بن زید از جمله 10 مبشره هست. سیدنا عمر او را انتخاب نمی کند. چنین نبود که لیاقت و شایستگی را نداشته باشد، داشت. چرا انتخاب نمی کنه؟ به خاطر این که سعید بن زید پیوند خویشاوندی به سیدنا عمر داشت. سیدنا عمر نخواست که کسی از قومش و کسی از خانوادهش بیاید جز
کاندیدای این زعیمیت امت اسلامی باشه. به هر حال به این که سیدنا عثمان ابن عفان چگونه به خلافت رسید ان شاء الله به اذن الله به برنامه بعد بیان میکنیم. حالا اینقدر دانستیم که نقش سیدنا عثمان در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، در زمان سیدنا عمر فاروق و همچنین اینکه چگونه سیدنا عثمان به خلافت رسید اشاره مختصر نمودیم. ادامه این بحث که چگونه سیدنا عثمان به عنوان خلیفه تعیین می شود و چگونه به این مسئولیت عظیم و بزرگ قرار می گیرن ان شاء الله به برنامه بعد بیان خواهیم نمود. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همه ما پیرو واقعی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، خصوصا این خلفاء الراشدین که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، فرمودن اگر میخواهید هدایت بشوید، اگر میخواهید که کامیابی دنیا و آخرت نصیب شما بشه، پس به سنت من و سنت خلفاء الراشدین شما عمل کنید. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و پیرو واقعی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بگردانه. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.